درست. وای خوردی. یو اول فاز تکل بزن. خوردی. ماشالله مدافعی من واسه کریر یونایتد میخواد فرستاده رو بیاریم. رید هلو گایز، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید من. امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدیم سراغ یک چالش خفن دیگه از چنل آرمین که در بازی FC24 به همراه من اومدیم بچه‌ها سراغ یک جدال خفن بین دو تیم، ضعیف‌ترین تیم لیگ برتر انگلیس یعنی لوتون تاون و قوی‌ترین تیم لیگ برتر انگلیس یعنی منچستر سیتی. بی معطلی می‌خوام بریم سراغ این چالش خفن. بچه‌ها این چالش رو توی لالیگا هم اجرا می‌کنیم، اما پنجشنبه می‌خوام چالشیش کنیم با مجازات. پس حتما از این ویدیو حمایت کنید که من اون ویدیو رو براتون پنجشنبه آپلود کنم و دیگه پنجشنبه‌ها فیفا چالشی داشته باشیم. عشق کنم، من دوستتون دارم. بی معطلی بریم سراغ این ویدیو خفن. لایک بزن، این کامنت‌های کلیدی خودتون رو برای من بذارید. کانال رو حتما دنبال کنید. عشق کنم، بریم سراغ ویدیو خفن. لیتس گو. خب برای بچه‌ها همونطوری که مشاهده می‌کنید لوتون تاون منم و منچستر سیتی هم تیم حریفمونه. ببینیم چند تا گل می‌خوریم. خدا وکیلی ترکیب من نگاه بندازم. اوه موضوع خرابه، بدم خرابه. این کاما میاریم. چانگه بذار 4-3-3 کنیم بچه‌ها، خیلی ترکیبشون داغونه. یا اول پس 4-3-3 CDM بازی می‌کنیم. اصلا برام مهم نیست چقدر قرار بخورم، فقط چالش به خیلی خوشی تمام شد بره. چانگی کو چانگه چانگو باید دوست کن. وای اینم CMمون این لبه 74 داریم. موریس هم داریم. موریس اینجاش مثلا نداریم. اوه بارکلی هم داریم. امپانزو چیه؟ درزانون کیه؟ درزانون بیاد بیاد نمیذاریم. مدافع وسطه اوکیه؟ لاکیه کاوالو بی خیر بگذره. بریم سراغ این بازی و قراره سنگین ترین شکسته بنده رقم بخوره. یعنی بازی چی باشه؟ درست. وای خوردیم اولیو، خیلی ایزی داشتم. وای گرفتم زبون شانس بود. هدفم گل نخوردن و گل زدن. این سرو دروازه بان. وای 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 بگی چقدر بد زد برناردو. تکل بزن. خوردیم گلو. وای لاکی نکیه. یا خدا شانس آوردیم. چیز بدتر نگفتم. یا اول فازل رفت به کورنر. وای یا به چی نزدیک بود بخوریم از منچستر سیتی. حالا برو آدربایو برو بزن گل. پشمام گل زد. مدافعی من واسه کریر یونایتد میخواد گل خوردیم. 3 تا واقعا سنگین منگین هم نبود. 3 تا وای آفساید شد. یه ذره زودتر پاس داده بودم گل بود. اوه دوره فیل فودن. نه چه توپ میگرفت. به
دروازه‌بان ما رو بالا 80 73 نیست که. یا خدا سیتوی ریختم سر هلند. مستحکمه. توپ میگیرش کنی بارکلی. وای میتونیم بزنیم بلا، میتونیم بزنیم ما. وای آدره بایو. خب بیا مدافع وسط رو بیاریم. رید مدافع وسط. عالی کار میکنه موریس. خدایی خوب بود، هم چان خوب بود هم موریس. 4 تا خوردیم کلا. حالا سطح بازی رو من یه نگاه میندازم. لژندری بود سطح بازی، لژندری آل و تو خونه ما هم بود این بازی. مرسی برای داشتن اینجا ویدیو با ما همراه بودی. عشق من دوستتون دارم. لطفاً عشق من این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو دنبال کنید و یه کامنت خوشگلم برای ما بذارید. عشق من دوستتون دارم. اگر چالش خفنی میشناسید داخل کامنت برامون بنویسید. عشق من دوستتون دارم. تا یک ویدیو دیگه و یک چالش خفن دیگه، بدرود.